رئیس مجلس ملی توجیکستان از بدرفتاری با چند مهاجر بازداشت شده توجیک وابسته به کشتار ورزشکار روس اظهار نگرانی کرده است. محمد سعید عبیداللهی امروز در نشست مجلس در دوشنبه گفت عمل هر جنایتکار باید در دایره قانون و به نقض شرف و حقوق فطری انسان بررسی شود. او افزود در رابطه با حادثه سفارت توجیکستان در روسیه مشغول است و پارلمان نیز در دایره صلاحیت‌های خود این عمل را پیگیری می‌کند. دو وکیل مجلس نمایندگان هم اوید به بدرفتاری با مهاجران به رادیو آزادی اظهار نظر کردند. البته نوبسته از اون که و جنایتکار است یا نه، اولش اینکه جنایتکار حکم سود معین میکند، لیکن به فکرم پایمال کردن حقوق شخصی دیگر این از روی یک کنستیتوسیه یگان دولت نمی باشد. در عموم اگر بگیریم در سطح عموما طبق معیارهای بین المللی، معیارهای انسانی، البته این رفتار خوب نیست، رفتار خوب ارزیابی نمیگردد. اما در اینجا پیش از خلاصه کردن ما اول باید بررسی کنیم مسئله ها را که کدام حالت تو با این حالت آورده رسانید. آخر هفته گذشته 8 مهاجر توجیک با گمان قتل ورزشکار روس سرگئی چویف بازداشت شدند. دادگاه روز 10 ایون حکم تا ماه آگوست در بازداشت ماندن 6 نفری آنها را صادر کرد. 2 تن دیگر را از روسیه اخراج میکنند. ولی آنچه کاربران توجیک را در شبکه‌های اجتماعی سخت عصبانی کرد، شمهای دریده و بدن عریان شهروندان توجیکستان به هنگام بازداشت آنها بود.